بازار طلا که در پایان روز 17 فوریه در تایم فریم روزانه توی ناحیه‌ای بسته شد که احتمال حرکات نزولی رو تقویت می‌کرد. از روز 18 فوریه شروع به قیمت‌گذاری تنش‌هایی در خاورمیانه کرد که به نظر میرسه اهمیتشون برای بازار از تنش‌های شرق اروپا بیشتره. با توجه به این قیمت‌گذاری اخیر در 3 روز گذشته، بد نیست که یک نگاه دوباره به سطوح معاملاتی طلا در تایم فریم روزانه داشته باشیم. با درود دوباره، من علی وزیری هستم، تحلیلگر بازارهای مالی و اینجا وزیری فاد افکسه. لطفا به توضیحات پایان ویدیو خصوصا پینوشتی که در انتهای اونها نوشتم توجه داشته باشید. پینوشت درباره شرایط فعلیه، شرایطی که به هیچ وجه عادی، عادلانه و مطلوب نیست، ولی علیرغم اونها باید ادامه داد. بریم به سراغ تحلیل قیمت طلا در تایم فریم روزانه با استفاده از CFD XAU USD در تاریخ 20 فوریه 2026. اتفاقی که افتاده به این شکله: ما تا پایان روز 17 فوریه، جایی که بازار در 4877 تقریبا بسته شد، در ناحیه‌ای قرار گرفته بودیم که به نظر می اومد تنش‌ها رو به کاهشه و بازار داره یک دنیای آرامتر رو قیمت گذاری میکنه. این اتفاق از روز بعدش، یعنی 18 فوریه معکوس شد. ما روز 18 فوریه به سطح شکست حرکت نزولی طلا بسیار نزدیک شدیم، ولی هنوز ازش عبور نکرده بودیم. روز 19 فوریه، دیروز، ما در نزدیکی اون سطح نوسان داشتیم ولی باز هم ازش عبور نکردیم. امروز ولی از این سطح شکست، که البته سطح شکست بسیار تهاجمی، عبور کردیم و نمیتونیم شورت پوزیشنی در بازار داشته باشیم. در حال حاضر در یک ناحیه خاکستری هستیم، اگرچه در 5023 تقریبا از سطح شکست حرکت نزولی طلا عبور کردیم، ولی هنوز به سطح ورودمون به یک لانگ پوزیشن نرسیدیم. سطح ورود ما برای لانگ پوزیشن همونطور که قبلا حساب کرده بودیم بدون تغییر در 5129، برای اینکه با قطعیت بالا بتونیم بگیم پوزیشنی داریم، لانگ پوزیشنی داریم که در تایم فریم روزانه ارزشمنده، اونقدر دوام داره که به شکل روزانه اثرش رو ببینیم. در صورت عبور از این سطح، ما هنوز هم اون هدف سر به سر اولیه 5406 رو داریم. این هدف همونطوری که توی ویدیوهای قبلی هم گفته بودیم از ATH قبلی پایین‌تره و ممکنه به راحتی با همون قطعیت بالاتر از 75% به 5577 هم برسیم. ولی در حال حاضر با توجه به سطح شکستی که براش تعیین میکنیم میتونیم یک پوزیشن 1 به 1 تشکیل بدیم. اگر از 5129 عبور کردیم، عدد دقیقش رو روی چارت من مشاهده میکنید، میتونیم انتظار داشته باشیم که در 5406 با قطعیت بالا بتونیم این پوزیشن رو بریک ایون کنیم. در نقطه مقابل، در سطح مقابلش، استاپ لاس اولیه لانگ پوزیشن رو باید در 4852 تقریبا داشته باشیم. اگر برگردیم به این سطح یا وارد لانگ پوزیشن نشیم و به طرف این سطح بیاد قیمت، ما اینجا باید پندینگ اوردرهایی برای ورود به یک شورت پوزیشن داشته باشیم. دفعه پیش هم همینجا بود، ولی این بار استاپ لاس شورت پوزیشن متفاوته. در واقع داریم حرکت قیمت در یک کانال رو، قیمت گذاریش در یک کانال رو در پوزیشنمون لحاظ میکنیم. اگر اینجا از لانگ پوزیشن خارج بشیم و وارد شورت پوزیشن بشیم در 4852، میتونیم با قطعیت بالاتر از 0.75 انتظار داشته باشیم که 4575 رو ببینیم. اینجا بریک ایونش میکنیم و پوزیشن اولیه‌مون رو با تریپل آر 1 به 1 با استاپ لاسی در 5129 تشکیل میدیم. در صورت یک پوزیشن دیگه هم به همین شکل خارج بشیم بدون اینکه بریک ایون شده باشه، ناچار خواهیم شد که چند پله به عقب برگردیم و بازاری رو در نظر بگیریم که هنوز مطمئن نیست به کدوم سمت بره. برای این کانال یک قیمت گذاری جدید، یک تعیین سطح جدید داشته باشیم. در حال حاضر برای این دو پوزیشن آماده میشیم و من اگر فرصت کنم لایو داشته باشیم، توی لایو در مورد حجم پوزیشن هامون هم بیشتر صحبت خواهم کرد. اگر خیلی خلاصه بخوایم بگیم، ما در حال حاضر در یک ناحیه خاکستری هستیم برای طلا و وارد هیچ پوزیشنی نمیشیم، مگر اینکه اگر از طرف بالا
به 5129 رسیدیم، لانگ پوزیشن رو میگیریم تا در 5406 بریک ایونش کنیم و استاپ لاس اولیه‌اش رو در 4852 خواهیم داشت. اگر بالعکس به 4852 برسیم، اینجا وارد یک شورت پوزیشن میشیم که میخوایم در 4575 بریک ایونش کنیم و استاپ لاس اولیه‌اش در 5129 خواهد بود. این تحلیل از سمت پایین با اوردر بلاک هایی که در بازار میبینیم سازگاری داره، ولی از بالا ریسک بیشتری داره، چون یک اوردر بلاک عریض داریم که ممکنه در حرکت صعودی اختلال ایجاد کنه. پیروز باشید.